خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. از محنت آن مولوی صاحب محب الله، مشهور کز این عالم دوران شده امروز. از محنت آن مولوی صاحب محب الله، مشهور کز این عالم دوران شده امروز. در میهن ما خانه فرزان و زاهد، از کوکب آن مهر و فیروزان شده امروز. در میهن ما خانه فرزان و زاهد، از کوکب آن مهر و فیروزان شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. گویا که در آن نازم ملا صلاح الدین، گویا که در آن نازم ملا صلاح الدین، مشهور به صالح نور تابان شده امروز، مشهور به صالح نور تابان شده امروز. گویا که در آن نازم ملا صلاح الدین، مشهور به صالح نور تابان شده امروز، مشهور به صالح نور تابان شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. استاد حفظ قاری نورالدین ملقب، استاد حفظ قاری نورالدین ملقب، با سنگر یار دانش یاران شده امروز، با سنگر یار دانش یاران شده امروز. استاد حفظ قاری نورالدین ملقب، با سنگر یار دانش یاران شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. در حقی که همه محنت مذکور حبیبان، در حقی که همه محنت مذکور حبیبان، در جامعه یک پیکر ایمان شده امروز، در جامعه یک پیکر ایمان شده امروز. در حقی که همه محنت مذکور حبیبان، در جامعه یک پیکر ایمان شده امروز، در جامعه یک پیکر ایمان شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز.
این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. در واقع آن دشت شمیر نام هر یک، در واقع آن دشت شمیر نام هر یک زمزمه در لب چه فراوان شده امروز، یک زمزمه در لب چه فراوان شده امروز. در واقع آن دشت شمیر نام هر یک زمزمه در لب چه فراوان شده امروز، یک زمزمه در لب چه فراوان شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. خوشاک وطن فیض بهاران شده امروز، تحسین همه بر ملت افغان شده امروز. این مدرسه دارالعلوم نعمانی مشهور در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز، در خاک افغان بس که چراغان شده امروز. این ترانه زیبا به فرمایش قاری صاحب محمد حسین دانشجو و ملا نجیب الله نظری به شاعر برادر محترم انقلابی و حماسی شاعر استاد عبدالکبیر رحیمی و به آواز حفیظی درایمی، ضبط و ریکارد الحفیظی اسلامی استودیو.